سه خونه متروکه و نفرین شده ایران پارت 2. ایران پر از خونه های متروکه و نفرین شده، حتی نزدیک شدن بهشون میتونه زندگی آدم رو تغییر بده. اگر عاشق همچه ویدیوهای ترسناک هستی، چینل دنیای ترسناک رو سابسکرایب کن که بریم سراغ ویدیو. یک، خونه متروکه شیراز. فکرشو بکن نصف شب رد چی و چراغی خونه خودش روشن بشه. این خونه قدیمی شیرازه. چراغ‌ها خودشون روشن و خاموش میشن و گاهی صدای موسیقی قدیمی میاد در حالی که خالیه. دو، خونه جن‌زده تبریز. تو تبریز یه خونه سنگی هستش که سکوتش حس عجیب و ترسناک داره. شبها در و پنجره ها خودشون محکم کوبیده میشن و صدای خنده بچه ها میاد در حالی که هیچ بچه اونجا نیست. اگر تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی دمت گرم که لایک هم بکوبی. سه، کلبه متروکه گیلان. تصور کن تو دل جنگلی می آلود باشی و کسی از پنجره یک کلبه تاریک نگات کنه. این کلبه قدیمی تو جنگل های گیلانه، نور ضعیف و سایه هایی که از داخلش دیده میشه در حالی که سالهاست متروکه است. اینها سه تا از معروفترین خانه های نفرین شده ایران بودند.